نظری هم دارم. ببینید این حمایت رو اتفاقا هم باز برگشتیم به عشق. الان جهان نوآوریه، ابداعاته و اصلا شاید خیلی وقتا ما یه سری چیزایی ابداع میکنیم اصلا دیگران ندیدن و همون باعث حرکت میشه و شاید خیلی افراد نتونن به فرد کمک کنن، خودش میتونه با یک نفر مشورت کنه و اون توان خودش رو بالا ببره. اما اینکه یک فرد متخصص اون زمینه بیاد بهش نصیحتی بکنه یک مقدار خب داستان ساز. الان من خودم دارم دیگه تو حرفه خودم، مثلا من یک از پایگاهم کوچه، مثلا همکار من توی کوچ میاد میگه من نمیتونم برم با یک نفر تو تدریس و کوچ صحبت کنم. چرا؟ برای خاطر که اون همکارمه، شاید برای من منافع منو نخواه. چرا این طرز فکر داری؟ خب دیگه نگرانم، نمیتونم. پس اینجا اگر خودش ایده بده امنیتش بیشتر میشه یا نمیشه؟ این از فرد، اگه بخوایم به فرد متخصص بگیم. درسته؟ و ببین اینا یه چیزایی هست که اصلا به چشمش فرد نمیاد، خیلی جالبه. اما اگر بخواین، یعنی من مثلا یکی از جذابیت‌های کوچینگ همینه که ما به عنوان فرد کوچینگ تخصص نداریم تو خیلی کارهای افراد که میان به ما مراجعه میکنن، اما چنان ما چراغی میشیم به دستشون، آینه‌ای میشیم براشون که اونها اون چیزی رو که نمیدیدن رو میبینن و خودشون به خودشون کمک بیشتری میکنن تا اینکه مثلا مثال شما تصور کنید که یک فردی هستش که توی شهرستان چه میدونم گوسفند داره و میخواد اینجا بیاد توی یه شهر یه چیزی از این گوسفنده، حالا یا قصابی رایج خیلی خاصی بزنه یا چه میدونم مواد پروتئینی، مواد لبنیاتی بزنه. این فرد اگر بیاد الان به دوست متخصصش بزنه شاید که رقابت دیگه، شاید اون طرف اونقدر کمکش نکنه و راهنماییش نکنه. در صورتی که اگه بیاد از نرم افزار ذهنیش با یک فرد کوچی صحبت کنه، خودش اصلا یه ایده هایی براش میاد بالا. شما این طرف آینه میشه براش، طرف چراغ قوه میشه به دستش و دقیقاً نقطه کورها رو براش میبینه و بازش میکنه. ما وظیفمون در اینجاست و اون فرد میره و خیلی چیزا براش باز میشه.